وقتی که در ماه رمضان میگه غسل واجب شد، باید چیکار کنیم؟ حتی که میگه غسل، میگه وقتی نزدیکی یعنی اوسری خری سحری خری شد، از خواب خیستین که این طرف سحری خوردن زیق است، این طرف خدا خواهد غسل کردن چی از واجب، باید چیکار کنیم؟ اسلام چی میگه؟ باید که انشاءالله خدا خواهد چیکار کند؟ اگر وقتش میگه گنجایش بتید چیکار کند؟ آبازی کرا گیرد اول نتید، فقط دهن و بینیش چلقه کند و فرضه دیگه غسل سه تا فرضه، غسل فمیه و انفی و کل بدن، یعنی شستن دهان فرضه در آبازی، شستن بینی فرضه در آبازی، شستن تمام بدن. وقتی که شما اگر سحر خیرنده مسوگیم دستگیر کرد نتونه چیکار میکنه؟ شما فقط دهن و بینی فرش اجرا میکنه و به ملال اوسریتون خورده، بعد غسل اجرا کنه شیدن میگیرد. آیا در ماه رمضان آبازی کردن درست است یا نیست؟ درست است آبازی کردن. من روزای غسلای روزای جمعه سنت است خدا خواهد شما پیش از اومدن، همین دم فقط شما احتیاط میکنه که از دهن و بینی از اعضاهات آب ندراید، یعنی آبی کول ممکن نیست. حوض، بحر، دریا، چونکه آدم خش داشته نمیتونه، لیکن به ملال از سر تو خدا خواهد انشاءالله آب ریخته آبازی کردن درسته. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماهای سرطان روزه میگرفتن، میگه صحابه ها از سرشو آب میریختن، یا که گرمی بسیار شخص شود اگر یک ادیال ترک کرده یا که یک لباس ترک کرده در بدن پوشوندن جایزه خدا خواهد در ماه رمضان، یگان هیچ مانگی یگان اختلافی ندارد خدا خواهد انشاءالله. در ماه رمضان یک تا مسئله طهارت نازکش است برادران، همین غرغره کردن است که بینید آب سخت کشیدن ممکن نیست. فقط نام دهن میشوید، نامش نه بینی میشوید خلاص، چونکه از دهن از بینی طوری چی برود؟ یعنی معده غذا میگیرد. مبادا برفتمونه، اگر احتیاطاً هم برفتمونه یک روز قضا میدارین، بدین ماه رمضان یک روز قضا میدارین. برای همین خدا خواهد یعنی مبالغه پر شستنی بینی و دهان در ماه رمضان احتیاط میکنین انشاءالله خدا، چون این سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. لیکن ماه رمضان غرغرش است که مثال غرغره میکنیم. سوال دادین که آیا یعنی پسته کتی دندان شوی میشود؟ با پسته دندان شفتن درست نیست برادرها، نه که مسواک کتی درست. یکی دیگری سوال داشت که من از جهت کسلی در یعنی نصف روزی دارو استعمال میکنم، روزه من چی میشود؟ البته روزه انشاءالله خدا خواهد برای اگر میگد همینم یک طبیبای ماهر، طبیبایی که خدا خواهد از اسلام خبردار باشد و برای شما توصیت دیگر اینا روزه را میخرن انشاءالله خدا خواهد، چون که روزه برای خدا خواهد بیمارا، برای اینجا سواشلگی که بکی ها ممکن نیست، آدمایی که زنهایی که حامله دارن، زنهایی که بچه شیرمکون دارد، یا که مسافر هستند در این سفر هستند، یا که کسلی هایی که به سبب خدا خواهد روزه گرفتن زیاده میشود. من مثل کسلی قند، من با چندین هم صحبت شدم انشاءالله، چون که اکثر میگد ما اگر تیز افکار نخوریم بدنم لرزیده میرود، خودمون گم میکنیم. این آدم ها خدا خواهد انشاءالله چیکار میکنن؟ روزهاشون میخورن، بعد روزهاشو خوردن بعد انشاءالله مبادا انشاءالله نقص دمونن، البته انشاءالله چیکار میکنن؟ بعد داشته میتینی که قضیه داشته میتی. برای همین خدا خواهد اگر قوت داری خدا خواهد انشاءالله میتونی خودت ظلم نکرد دروغه انشاءالله خدا خواهد. یا مثال هیچی نیست، روزای کوتاه، مثال هوا من گرم نیست، هوا معتدل الحمدلله بیادت شکر، یک پس ناز من عبیش دست است، یک پس نه خدا خواهد چیش دست است، یعنی شامشی دست است. برای همین انشاءالله آدمای کسلمندان همین خدا خواهد مسئله که میتونن به ملال انشاءالله چکا کنن، انشاءالله خدا خواهد یعنی استعمال کنن، لیکن حتی فیدیهش میتین انشاءالله خدا خواهد. جمعه دیگر
ما با خدا خواهد خوضیت مسیحت میکنیم. عیناً مسئله خدا خواهد انشاءالله، یعنی فطری روزه، مسئله خدا خواهد فدیه، مسئله زکات، همش انشاءالله خدا خواهد پره حل کرده انشاءالله خدا خواهد. یعنی در ازبکستان ما و شما زکات یعنی 40 میلیون شید. کسی که 40 میلیون پول دارد نصاب زکات می شود، 2.5% چیکار میکند؟ زکات میدهد. زکات با طلا خدا خواهد برابر 85 گرم طلا کسی که پول داشته باشد وای بای حساب می شود. بای کشید و این چی؟ این زکات فرض می شود. ازبکستان الحمدلله من امسالش 40 میلیون اعلان شده. فقط اینجا خدا خواهد صدقات فطر کمتر انشالله اونجا یعنی 7000 حسابش کردن نکن، یعنی 14000 حسابش کردن 2 کیلو گندم. اگر ما رایان خدا خواهد میبینیم بازارش گندم ما و شما یعنی ایزاش یعنی همون با جاش دیده خدا خواهد وای میکنن. گندم اگر مسئلهش خدا خواهد در اینجا دیده چونکه رایان یک خیلش نشدر کار، اگر مسئله حل شد خدا خواهد انشاءالله این مسئله با پره کاملا انشاءالله من نکن. همین زکات را در همین ماه انشاءالله ادا کنین. ماهی چی است؟ پر خیر انشاءالله خدا خواهد، ماهی انشاءالله پر برکات. همین ماه خدا خواهد حرکت کنه، پلاتون خدا خواهد جنبست کنه، حساب کتاب کنه. چی مثال گیم دیاد من هفته دیگه پره کاملا با من بس سمسون میرسانم انشاءالله خدا خواهد. سودان ماشین داره، کوارتیر برای زینت کرموندگی پلشام میفروشم، برگک و ها کذا یا سوداگری خدا خواهد. این چیزان همش نه زکات دادن فرض میشه خدا خواهد. همش یک شبشینه کلکولاتور پیش نمونه، یک کس نه قرض دادگی باشه و قرض اگر میدادگی عمیق باشه و هم شما میته میشه خدا خواهد انشاءالله. همین چیزا خدا خواهد حساب کتاب کنه. ماه رمضان ده افضل خدا خواهد کم بغلکام در این ماه یک دیگر گوشو بجوشه خدا خواهد انشاءالله. یک کم بغلک یک بیچاره خدا خواهد خیر کنه. این زکات مسجد ندادن میشه، مبادا مسجد اند زکات نتیه با پلیمیتی باشد زکات باشه گوین. زکات ممکن نیست مسجد ساختن. الحمدلله مسجد ساخته است. پلایی که خدا خواهد زکات انده، صدقات فطر انده، صدقات فطر هم نتی مسجد انده. این درست نیست. چون که وای 7 طایفه خرنده داره، هم طایفه اونده میتیم خلاص وای. ولی این چیزا خدا خواهد هوشیار باشین. میده باشه بگو همین داملا زکات است خدا خواهد. مو اگر شما نیین آورده تین خدا خواهد هستن. در این خطی ما هستن بیچاره ها خدا خواهد انشاءالله. البته پلای شما را برده رسونده انشاءالله برای منم حرام است پلی شما، چون که من بخدم تینج هستم الحمدلله. منم زکات شما خوردن نمیتونم. بعضی وقتا داملا نبتی میشه، داملای کم بغل باشه خدا خواهد انشاءالله. نصاب زکات مثال پولش نرسه، کم بغل بیچاره باشه ممکن، الا اگر بخدش تینجو پول و مال داره و این حرام زکات. الحمدلله. برای همین چون این چیرکی مال است اینا همون مخصوص میخوردگیاش است انشاءالله خدا خواهد. برای همین ایسا درست حل کنیم. من دین یک بچه آورد 4 میلیون داملا گفت که نمیدونم مرحمت من خدا خواهد انشاءالله یک قسمش طالب علم مونده خدا خواهد، یک قسمش یک بیچاره‌نده انشاءالله خدا خواهد صرف کردم. کسانی که نتونن میتونیم با ما مراجعت کنین انشاءالله خدا خواهد.